سلام بچه‌ها، موضوع این تمرین اسکنینگ هستش. ما در این تمرین از چراغ چشمک زن با رنگ‌های مختلف در پشت بازیکن استفاده کردیم. ساخت این دستگاه شگفت انگیز توسط محقق و مربی آقای علیرضا رشیدی ساخته شده است که با کمک یکدیگر به رشد و توسعه بازیکنان می‌پردازد. در این تمرین بازیکن علاوه بر اینکه مسیر و سرعت و زاویه توپ را باید رصد و تشخیص دهد، باید قبل و بعد از اولین لمس چراغ پشت سر خودش رو نگاه کرده، آن رنگ را صدا بزند و به سمت رنگ رفته و آن را لمس کند تا چراغ خاموش شود. هر چراغی که با لمس خاموش می‌شود، چراغ دیگر روشن خواهد شد. در نتیجه قبل لمس توپ و بعد از ارسال پاس، بازیکن همواره به اسکن و نگاه کردن به چراغ‌های پشت سر خود ادامه میدن. ما در این تمرین اجازه ندادیم که بازیکن به صورت کامل روی یک رنگ یا یک شی و حتی در بازی فوتبال 11 در مقابل 11 این اجازه رو ندادیم که بازیکن به صورت کامل تمرکز کنه در اسکنینگ، بلکه میزان اسکن، سرعت اسکن هر چقدر پایین‌تر باشد، سرعت تصمیم گیری و عملکرد ما بالا میره. امیدوارم که از این تمرین لذت برده باشید.